دو چیز ما به در کار. یکمیش این که یعنی کتاب مثلا پیش خوندن شناختن که این کتاب از اونی که این مثلا اگر مثلا برای آدمی که عرب میفهمیده آدم، لیکن اگر نمیفهمیده وای به چیزا کو دویم چیز باید که مترجم یعنی ترجمان پیرو چه که شناسد که وای که برای که ما می‌بینیم چی قدر مثلا چیزا یعنی اینها خیانتکار دروغگویی ها مثلا کتابای ترجمه میکنن، تمام کتاب معنای دیگه کتی ترجمه میکنن. برای همین این چیز یک کتاب نمیخونه تا که مثلا نپرسد که این کتاب از اونی که چی خیل ترجمه شدگی چی شدگی یعنی بعد سون دویم مثلا اینجنده که کتاب خودش خونده آدم هیچ وقت طالب علم شده نمیتونه. خودش اگر مستقل کتاب خوند و هیچ وقت طالب علم شده نمیتونه. برای که این مثلا اشکالی که ذهبی رحمه الله ترجمه ابن رضوان انده میگوید که سیر اعلام النبلانده میگوید که همین ابن رضوان میگوید که کان فیلسوفا میگوید ولم یکن له شیوخ وكان حتى صنف كتابا في أن العلم يؤخذ يعني إن أخذ العلم من الصحف والكتب أفضل من ماذا تلقي العلم على الشيوخ، فهذا وهم وغلط میگوید یعنی و هذا منهج فلاسفه یعنی فیلسوفای منهجشون از کتاب علم گرفتن، اما اهل علم صحابه تابعین و تبع تابعین علم که میگنن اما مشایخ ها میگنن. برای همین انسان کتاب خوند برای خودش، اما وی خونده یک کس به فتوا دادن، یک کس به جواب دادن، یک کس به سوالش به جواب داده چی کنندن این که هیچ وقت نمیشه. نه اگر آدم یکی زنه باید مشاهده کنن جای